بگو مگو بگو مگو بگو مگو بگو مگو. توجه، تمام آمارهای مطرح شده واقعی و مستند هستند. به جناب جمشید خان، دلتون خنک شد؟ سلام موسیو، منظورت چیه؟ چه سلامی چه علیکی؟ چرا اینقدر تو لونه زنبور دست میکنین ها؟ مثل اینکه تا هممون خونه خراب نشیم ولکن نیستین نه؟ لونه زنبور کدومه؟ من برای سوسکا زنبورا موشا درگیر این اسمان نشو آقا جمشید. ما اینجا تو این کشور داریم زندگیمونو میکنیم، خودمون 1000 جور مسئله و مشکل واسه خودمون داریم. چه نیازیه 1000 کیلومتر اونورتر تو جنگی که اصلا به ما ربطی نداره شرکت کنیم؟ آها تازه فهمیدم. داری درباره این آتیش بازی که کردیم صحبت میکنی. بله آقا، بترسید از روزی که آتیشش دامن خودمونو هم بگیره. اتفاقا این کارا برای اینه که آتیش دامن ما رو نگیره. موسیو، اینا میخوان کل منطقه رو بگیرن، قدم قدم بیان جلو کشور ما رو هم تجزیه کنن و کلشو صاحب بشن. بابا خودشون اینا رو گفتن. اگه از دم در خونهشون جلوشون رو نگیریم باید دم در خونه خودمون باهاشون بجنگیم. با این حرفا خودتو گول نزن آقا. چرا باید سرمایه ملی من خرج این بشه که 1000 کیلومتر اونورتر یه قلدری زده تو گوش همسایش؟ بذار اونا دعوای خودشونو بکنن، پول ما باید خرج جوونای خودمون بشه. میدونی چقدر جوون بیکار و معتاد توی مملکت داریم؟ موسیو، یه خورده نمک داری به ما قرض بدی؟ نه خیر مرده که لاابالی معلوم الحال. آخرین بارت بشه میای در خونه من مزاحم میشی یا؟ صحیح. میدونی چیه موسیو؟ واقعیت دنیا خیلی با چیزی که شما فکر میکنی فرق داره. عجب. الان واقعیت دنیا چیه؟ واقعیت دنیا اینه که اونا واسه درست کردن خاورمیانه جدید با اعلام رسمی 7000 میلیارد دلار هزینه کردن. یعنی 5 برابر کل درآمد نفتی ایران از زمان اکتشاف نفت. خب ما هم داریم هزینه نظامی میکنیم، مثل اینکه خبر ولخرجیامون نداری. کدوم ولخرجی؟ کل هزینه نظامی ما برای امن نگه داشتن منطقه‌مون و اینکه خط رو کشورمون نیفته همه 16 میلیارد دلار بوده. تازه به قول اونا، وگرنه خیلی کمتر از این حرفاست. یه جوری میگی 16 میلیارد دلار انگار 51% سهام تسلا تو جیبته. 16 میلیارد دلار پول کمیه. میدونی سهم هر ایرانی چقدر میشه؟ میشه حدود 1 میلیون تومان، در ازای همه هزینه هایی که جنگ میتونه رو دست کشور بذاره. خبر داری ما تو آخرین جنگی که درگیرش شدیم چقدر خسارت دیدیم؟ نه خیر جانم، حساب کتاب این چیزا دست شماست. حداقل 600 میلیارد دلار. اون وقت 16 میلیارد دلار واسه پیشگیری از جنگ هزینه زیادیه. پیشگیری آقای محترم، اینا توهمه. بذاریم به قول شما دشمن پاشو بذاره تو این خاک، خود من اولین نفریم که جلوش وای میسم. ولی تا قبل از اون من هر گونه هزینه‌ای واسه پیشگیری رو احمقانه میدونم. سلام جمشید جان، میگم قرار بود سم بیاری واسه سمپاشی واحدا، آوردی؟ سلام شاتر. آره ایناهاش. بریم خونتون رو سمپاشی کنم. آی چو ایران نباشد، چو ایران نباشد، تن من مباد، زن من مباد. آقایان چه نشستید؟ ساختمونو سوسک برداشته. ساختمونو؟ ما که سوسک نداریم تو خونه. مگه شما دارین؟ نداریم. ولی من دارم، زیادم دارم. همه زندگیمو به هم ریختن. آشپزخونه و حموممو به طور کامل اشغال کردن. باورتون نمیشه الان دارم سر حق استفاده از دستشویی باشون مذاکره میکنم. حاجو مگه تو سمپاشی نکردی؟ نه خیر، موسیو همون روزی که رفتم در خونشون واسه سمپاشی گفت اصلا پیشگیری رو قبول نداره و هر گونه هزینه‌ای واسه پیشگیری رو احمقانه میدونه. زکی حالا خوبت شد؟ واسطه سوسکا بیان تو خونت باهات بای بای کنن؟ مگه میشه به این راحتی بیرونشون کرد؟ اشتباه کردم. اصلا من خودم از بزرگترین طرفداران پیشگیریم، از هر نوعش. جمشید جان لطفا بیا خونه ما رو سمپاشی کن. باشه موسیو، فقط مطمئن نیستم به خوبی بقیه رو خونت جواب بده ها. یه کاریش بکن جمشید جان، اصلا از حشره‌کش هایپرسونیک استفاده کن.